به نام خدا. سلام، درود دوباره، وقت همگی بخیر. ژیلا کریمی هستم. به پیج آموزشی زبان ژاپنی خوش اومدید. مرسی از همراهیتون. با همدیگه ژاپنی یاد بگیریم. نیهونگو مانابو، درس 4 از کتاب مانابو نیهونگو. موضوع صحبت امروز ما بیان تاریخ است و میخوایم یکم جملاتمون رو بس بدیم و در ساختار جملمون از قید مکان و زمان و وسیله نقلیه استفاده کنیم، اما میخوایم جایگاه هر کدوم از این قیدها رو بشناسیم. با ما همراه باشید. داییونکا، درس 4. تیتر درسمون واتاشی وا هوکایدو ایکیماس. تعجب کردی؟ بله. چرا من نگفتم ه؟ سر تیتر جمله واتاشی وا هوکایدو ایکیماس بود. خب واتاشی که میشه سابجکت یا همون فاعل که حتما باید حرف اضافه وا به عنوان نشانه فاعل قرار بگیره. هوکایدو بهش میگن باشو نو نامه. باشو نو نامه یعنی اسم مکانه. باشو یعنی مکان و اسم یه مکانی هست. در زبان ژاپنی به دنبال اسم مکان حرف اضافه لازم هست که نوشتارش همخوانی نداره با گفتارش. ما ه رو می‌نویسیم ولی در تعریف میگیم ا که به معنای توی انگلیسی یعنی به. مثلا من به هوکایدو ایکیماسو، اینجا فعل برای زمان حال و آینده هست. اگه بخوام همین فعل رو منفیش کنم، واتاشی وا هوکایدو ایکیماسن، بگم رفتم واتاشی وا هوکایدو ایکیماشتا، گذشته مثبته، و گذشته منفی واتاشی وا هوکایدو ایکیماسن دشتا. پس حواستون باشه بعد از اسم مکان حرف اضافه ه رو می‌نویسیم ولی در تعریف ا میگیم. در درس امروز میپردازیم به تاریخ. در زبان ژاپنی به تاریخ میگن هیدزوکه. اگر مثلا شما دارین یه فرمی رو پر میکنین و میخوان تولدتون رو وارد کنین، مثلا میگن 21/5/70، معمولا ترتیب بیان تاریخ اول سال رو میگن، بعد ماه و بعد حالا در چه روزی از ماه باشه. اما خود تاریخ تولد چی میشه؟ مثلا ما 2 کلمه داریم، یکی تولد، روز تولد، و یک date of your birth. برای همچین موقعی که فرم پر میکنیم میگن که سیننگاپی. خب مثلا میگن سیننگاپی و ایتسو دسکا. توی مصاحبه میگن که تاریخ تولدت کیه؟ سیننگاپی و ایتسو دسکا. اما اگر بگن روز تولدت کیه میگن اوتانجوبی و ایتسو دسکا. این ایتسو به معنای کی هست. خب اما اگر بخوایم بگیم امروز چندمه، مثلا میگن امروز 6 آذره، در زبان ژاپنی میگن کیوا. برای پرسیدن چه ماهی میگن نانگاتسو. حالا اگر قرار باشه قبل از گاتسو سالم بگم میگن نانن نانگاتسو نانیچی دسکا. امروز کلا تاریخ رو بیان کنیم، منظورش اینه. برای تعریف ماه‌های میلادی شما میاین اعداد رو به اضافه پسوند گاتسو میکنین. با این توصیف در کادر همین صفحه ایچیگاتسو، نیگاتسو، سانگاتسو، شیگاتسو، گوگاتسو، روکوگاتسو، شیچیگاتسو، هاچیگاتسو، کوگاتسو، جوگاتسو، ایچیگاتسو، نیگاتسو رو ما از ماه اول تا 12 رو بیان کردیم. و برای روز میگیم نان نیچی دسکا. و در همین جدول پایین از روز اول بخوام بهت بگم تسوی تاچی روز اول، فوتسوکا 2 ماه، میکا 3 ماه، یوکا 4 ماه، ایتسوکا 5، مویکا 6، نانوکا 7، یوکا 8، کوکونوکا 9، توکا 10. یعنی از 1 تا 10 استثناء هست. ما برای تعریف روز وقتی اعداد رو به اضافه در واقع تعریف روز میکنیم هم کا داریم هم نیچی. از 1 که استثناء خودش میشه تسوی تاچی، از 2 تا 10 ما از پسوند کا به معنی روز استفاده میکنیم، اعداد رو به اضافه کا میکنیم. حالا برای 11 جو ایچی نیچی، یه تعریف دیگه برای روز میشه نیچی.
جو ایچی نیچی، جو نی نیچی، جو سن نیچی. تعریف استثنایی دیگه برای تعریف روز 14 که میشه جو یوکا. 15 جو گو نیچی، 16 جو روکو نیچی، 17 جو شیچی نیچی، 18 جو هچی نیچی. برای 19 جو کونیچی و 20 هم استثناست. ما میگیم هاتسوکا. نیجو ایچی نیچی، نیجو نی نیچی، نیجو سان نیچی. استثنای بعدیمون 24 که میشه نیجو یوکا. نیجو گو نیچی، نیجو روکو نیچی، نیجو شیچی نیچی، نیجو هچی نیچی، نیجو کونیچی، سانجو نیچی، سانجو ایچی نیچی. خب در صفحات پایین‌تر چند نمونه از بیان تاریخ رو هم یاد میگیریم. اما در کادر سبزرنگ جمله دوم رو بررسی میکنیم. گفتیم که در جمله سابجکت میاد اول. واتاشی وا حرف اضافهش میشه وا. هوکایدو اسم مکانه با شونونامای هست که بعدش حرف اضافه ه رو مینویسیم ولی ا تلفظ میکنیم. ایکیماس جمله برای زمان حال و آینده است. من به هوکایدو میروم. حالا در جمله سوم حواستون باشه در زبان ژاپنی اگر بخواید از غیر زمان استفاده کنید بعد سابجکت یا فاعل جملتون قرار میدین. با این توصیف واتاشی وا رایگتسو هوکایدو ا ایکیماس. بچه اگر قید زمان داشته باشید قبلش پیشوند رای داشته باشه اشاره به آینده داره. با این توصیف رایگتسو یعنی ماه آینده، رای نن سال آینده، رای شو هفته آینده. ولی یه پرانتز باز کن، اگه بگی رای نیچی بچه ها حواستون باشه برای رای نیچی یعنی بازدید کردن از ژاپن. پس دقت کنید. حالا مثلا سارای گتسو یعنی 2 هفته بعد، دو ماه بعد. سارای شو 2 هفته بعد. خب ساراینین 2 سال بعد. پس میگم واتاشی وا رایگتسو هوکایدو ایکیماس. در جمله 4 اومده از وسیله نقلیه استفاده کرده. حالا قید زمان رو ذکر نکرده اما جایگاهش کجا هست؟ واتاشی وا باسوده. حواستون باشه به وسایل نقلیه میگن کوتسو شدن. کوتسو همون ترافیک، شدن هم یعنی وسیله. کوتسو شدن بعدش حرف اضافه لازم داره که ده هست، همون معنای بای. من با اتوبوسه، با قطاره. اما اگر یه وقتی پیاده برین دیگه بچه ها میگین آرویته، دیگه حرف اضافه لازم نیست. وان سان وا باسوده اوچیه کایری ماشتا. زمان جمله گذشته مثبته. اوچی هم به معنای خونه است. پرانتز باز کنید که بعضی وقتا اوچی به معنای من هم هست اما اینجا اسم مکانتونه. خب وان سان وا باسوده اوچیه کایری ماشتا. برگشت خونه پیاده با اتوبوس به خونه برگشت. اما اگر من بخوام وانسان در واقع پای پیاده برگشت به خونه چی میگم؟ میگم وانسان وا آرویته اوچیه کایری ماشتا. و در جمله 4 اومده قید زمان استفاده کرده. حالا اگر در انجام کاری یه هیتوی یعنی شخصی یا یه دوبوتسوی یعنی یه حیوانی شما رو همراهی کرد، بعد از اسم شخص اسم حیوان حرف اضافه تو رو میارین که به معنای ویز یا توگزر هست، یعنی به همراهه هست. اما اگر یه وقتی به تنهایی یک کاری رو انجام بدین به تنهایی میشه هیتوری ده یعنی به تنهایی. جمله رو برات میخونم. واتاشی وا کیونن یعنی سال گذشته. حالا اگر بگیم 2 سال گذشته میگیم اوتوتوشی. واتاشی وا کیونن آنی تو که بعد از قید زمان قرار میگیره اگر کسی ما رو همراهی کنه. حالا اگر اینجا وسیله نقلیه هم باشه که میگم هیکوکی ده نیهون اکیماشتا. سال گذشته من به همراه برادر بزرگترم با هواپیما اومدیم ژاپن. ادامه موضوع. کارندا. میناسان کارندا وا دو ایو ایمی دسو کا؟ واکاریماسو کا؟ کارندا به چه معنیه؟ میدونید؟ پروشیا گوده تقویم
تو ایو ایمی دس به معنای تقویم زبان فارسی خودمون هست. خب بچه اینجا یه تقویم براتون گذاشته شده. اگر بخوای ماهای میلادی رو بیان کنید بازم تکرار میکنم. اعداد زبان ژاپنی به اضافه پسوند گاتسو معرف ماهای میلادی هست با این توصیف. خب توی کلمه پرسشیش میگفتیم نانگاتسو، ایچیگاتسو، نیگاتسو، سانگاتسو، شیگاتسو، گوگاتسو، روکوگاتسو، شیچیگاتسو، هاچیگاتسو، کوگاتسو، جوگاتسو، جو ایچیگاتسو، جو نیگاتسو. نانگاتسو دسکا؟ و اما برای اینکه بگیم چه روزی از هفته است میگیم نانیوبی دسکا؟ دویوبی شنبه، نیچیوبی یک شنبه، گتسویوبی دوشنبه، کایوبی سه‌شنبه، سوییوبی چهارشنبه، موکویوبی پنجشنبه، کینیوبی جمعه. نانیوبی دسکا؟ اما برای چه روزی میگیم نان نیچی دسکا؟ در تعریف یا پسوند کا داریم که از اضافه شدن یک عدد هست به اضافه کا که میشه یک روز در طول ماه، یا از اضافه شدن یک عدد به اضافه پسوند نیچی هست. و خود یک یعنی روز اول هم میشه تسویتاچی، فوتسوکا، میکا، یوکا، ایتسوکا، مویکا، نانوکا، یوکا، کوکونوکا، توکا. پس از 2 تا 10 پسوند کا گرفت. اما در تعریف 11 جو ایچی نیچی، جو نی نیچی، جو سن نیچی. و برای 14 حواستون باشه استثناست، میگین جو یوکا، جو گو نیچی، جو روکو نیچی، جو شیچی نیچی، جو هاچی نیچی، جو کو نیچی. و برای روز 20 هم استثنا میگیم هاتسوکا، نیجو ایچی نیچی، نیجو نی نیچی، نیجو سن نیچی. 24 هم استثنا خواهد بود. با این توصیف چی میگیم؟ میگیم نیجو یوکا، نیجو گو نیچی، نیجو روکو نیچی، نیجو شیچی نیچی، نیجو هاچی نیچی، نیجو کو نیچی و سانجو نیچی، سانجو ایچی نیچی. خب اینجا یه سری اصطلاحات وجود داره بچه ها. طرف از سینگاپور اومده به ژاپن. وقتی که برای اولین بار میخوای خودتو به یکی معرفی کنی در زبان ژاپنی میگن جیکو شوکای، اینترودیوس جیکو شوکای میشه. nice to meet you یا how do you do میشه هاجیمه ماشته، هاجیمه ماشته. خب شما رفتین ژاپن، برای ویلکام گفتن به ژاپن ویلکام تو جاپان میگن نیهون. خب چون اسم مکانی بعدش ا میاد، نیهون ای یوکوسو، نیهون ای یوکوسو. خب شما عزم سفر کردی میخوای بری هوکایدو. وقتی که میخوای از خانواده خداحافظی کنی یا یه جورایی میخوای بگی آقا من میرم برمیگردم، میگی ایتکیماس، ایتکیماس. و اعضای خانواده یا پدر در اینجا در جواب شما میگه که have a good day، یعنی روز خوبی داشته باشی، see you، میبینمت، مراقب خودت باش. میگی که ایته راشای، ایته راشای. حتما در جواب ایتکیماس ایته راشای گفته میشه. حالا شما رفتی ایکیماس کردی با هیکوکیده، رفتی هوکایدو، برگشتی کایریماس میکنی و وقتی که برمیگردی به خونه میگی I'm home، برگشتم میگی تادایما، که در جوابش میشنوی میگن اوکایری ناسای، welcome home، یعنی خوش اومدی به خونه. از این اصطلاحات رو حتما دقت کنید. خب نانگاتسو نانیچی دسکا؟ کیهونبون رو براتون میخونم. کیوا سانگاتسو میکا دس. پس در حالا چند دقیقه گذشته بهتون گفتم که شما چطور سیننگاپیتون رو میگین، چطور تانجوبیتون رو میگین. خب میگم که امروز 3 هست بچه. خود 3 از نظر فرهنگی که به فرهنگ میگم بونکا، هیناماتسوری اتفاق میفته و جشن مربوط به دختران هست. پس میگم کیوا گوگاتسو نیجو ایچی نیچی، یعنی امروز 21/5. کیوا شیگاتسو توکا دس، امروز 10/4 هست. جمله بعدی خب سوال میکنه، میگه که کیوا نانگاتسو نانیچی دسکا؟ خب حالا میتونه تاپیک جملتون عوض بشه. تانجو بیوا نانگاتسو نانیچی دسکا؟ یا میگن هاهانو هیوا نانگاتسو نانیچی دسکا، که در واقع روز مادر میشه 2.
یک شنبه ماه می. اینجا اومده شجره نامه رو برای ما معرفی کرده. به خود خانواده میگن کازوکو. کازوکو نو زو یعنی نمودار. بچه وقتی که میخوایم اعضای خانواده خودمون رو معرفی کنیم، اینجا یه چند تا کلمه کمتر گفته، ولی سعی کنید خوب بشنوید و یادداشت کنید. آتاشی نو کازوکو یعنی خانواده من. با بزرگ، مادر بزرگ سوفو برای خودم. حالا اگر بگم با بزرگ میگم سوفو، آتاشی نو سوفو. اگر مادر بزرگ باشه میگم آتاشی نو سوبو، ولی با هم دیگه میشن سوفو. اما اگر مثلا مام بزرگ یه دختر دیگه‌ای باشه یا یه پسر دیگه‌ای باشه، اولا برای خانواده‌اش میگم گوکازوکو. مثلا کارینو گوکازوکو یعنی خانواده پسره، هیز فامیلی. برای مادر بزرگ، برای پدر بزرگش میگم اوجیسان. البته برای خودمون هم استفاده میشه، اوجیچان هم میتونیم بگیم و این اوجیچان یا اوجیسان به معنای در واقع حالا پیرمرد هم میتونه باشه. و برای مادر بزرگ طرف مقابل میگم اوباسان یا اوباچان به معنای پیرزن هم میشه. خب حالا که اینا رو یاد گرفتیم، برمیگردیم به پدر و مادر خودمون. بچه برای والدین میتونیم بگیم ریوشین و برای مخاطب میگیم گوریوشین. پیشوند احترام گرو استفاده میکنیم به معنای پرنته. برای بابا مامان خودم میتونم هاها چیچی استفاده کنم. هاها یعنی مامانم، بابا میشه چیچی. اما اگر مخاطب باشه میگم اوتوسان، یور فادر، هر فادر، پدرتون، پدرش، پدرتون یا پدرشون. و برای مادر میگم اوکاسان که در حالت مؤدبانه گفتیم میگیم گوریوشین. و برای پدر مادر خود من هم میتونم از اوتوسان و اوکاسان استفاده کنم. اما وقتی که در مورد پدر مادرت با دوست صحبت میکنید، بهتره از هاها و چیچی استفاده کنید. خب اما برای عمه و خاله یا عمو و دایی، برای دایی ما میتونیم بگیم اوجیسان، ولی اینجا حواست باشه اوجی اگر پسوند سان نداشته باشه به معنای همون عمو دایی هست و اینجا کشیدگی نداره. اگه بگیم اوجیسان حواست باشه یعنی پیرمرد یا پدر بزرگ. برای عمه میگیم اوباسان، حالا برای عمه مخاطبمون. حالا برای خودمون هم میتونیم بگیم اوبا، حواستون باشه اوباسان میشه پیرزن یا مادر بزرگ. بچه برای سیبلینگ میگیم کیودای. حالا برای احترام به مخاطب میگیم گوکیودای. اگر 2 خواهر داشته باشیم شیمای، ولی کیودای هم خواهران رو شامل میشه هم برادران یا هم سیبلینگ میشه. مثلا میگن به طرف گوکیودای گا ایماسکا، یا میگن نانینو گوکیودای گا ایماسکا، چند تا خواهر برادرین. و کسی که 2 قلو داشته باشه میگن فوتاگو. خب برای خود من برادر بزرگترم آنی، برای خواهر بزرگترم آنه. اما اگر مخاطب قرار بدم، برای برادر بزرگترش میگم اونیسان کشیدگی وجود داره. و برای خواهر بزرگترش میگم اونیسان. و اگه خود من باشه، من یه پسر باشم، میتونم برای واتاشی از بوکو و اوره هم استفاده کنم. و واتاشی هم میتونه برای جنس خانم‌ها استفاده بشه هم برای آقایون. خب حالا برادری که از من کوچکتر باشه میشه اوتو یعنی اون تو کشیدگی داره. خواهری که از من کوچکتر باشه میشه ایمو تو. برای مخاطب کافیه به این اوتو و ایموتو پسوند سان استفاده کنید. خب اگر بگم شما، آناتا که بهتره در حالت طبیعی‌تر از اسم مخاطبمون استفاده کنیم. اما اگر از پدر و مادرمون بپرسن شما بچه دارین، کدومو برای خودم استفاده میشه. کدومو گا ایماس، بچه دارم. کدومو گا فوتاری ایماس، 2 تا بچه دارم. اما اگر بخوام بگم که مثلا خانم فلانی شما بچه دارین، اوکوسانگا ایماسکا و به این صورت. خب بچه من برای همسرم هاوس وایف، خانومم چند تا تلفظ دارم. کانای تسوما اوکوسان. و در حالت مؤدبانه برای همسرتون، یعنی که هاوس وایف در واقع هاسبند باشه، میگن
در واقع چند تا تلفظ داریم. اوتو، گوشوجین. در ناسان هم که اونم داریم توی حالا خیلی گفتاری هست. گوشوجین. پس اوکوسان به معنای همون خانومتون هستش. خب رنشو میکنیم. کیو و نانگاتسو نانیچی دسو کا؟ میشه کیو و 12 月 برای 20 گفتیم که استثناء میشه هاتسوکا دس. بچه‌ها من فقط کلمات رو میخونم دیگه، شما اگر بتونید سوال کنین و متناسب با تاریخی که توی پرانتز داده جواب بدین که خیلی عالی میشه. بارن تاین ده همون ولنتاینه. بچه در زبان ژاپنی اکثرا صدای وی تبدیل به با میشه و صدای ل تبدیل به ر میشه. بارنتاین ده و نانگاتسو نانیچی دسو کا. اگرم بخوایم جایگزین رو بگیم مثلا نانگاتسو نانیچی رو استفاده نکنیم میتونیم ایتسو هم بگیم. بچه کودومونوهی یعنی همون روز پسر که 5 ماه می میشه. هاهانوهی که گفتیم که دومین یک شنبه ماه می میشه. کریسماسو 25 ماه 12. بعد اینجا میگه چی؟ گانتن. بچه گانتن سپید دم اولین روز سال نو هستش. بونکانوهی، بونکا خودش به معنی کارچه فرهنگ هست. روز فرهنگ چه روزیه؟ در چه ماهی هست که شما میگین؟ من میتونم بگم ولی دوست دارم که شما بگیم. گفتیم که توی صحبتامون به جای برای آناتا هر بار بگیم آناتا اسم شخص رو بگیم. آناتا نو تانجوبی و ماه 16/8 شما بگو به من. نیو گاکو شیکی. نیو گاکو یعنی مراسم ورود به مدرسه و دانشگاه که متضادش میشه سوتسوگیو شیکی. اون شیکی به معنای ستایل و در واقع مراسم و اینها هست. خب بچه اینجا توی قسمت بعدی اوتوسان 17/12. الان وقتی که از شما میپرسن اوتوسان برای احترامی در جواب میتونی همون چیچی ها استفاده کنی برای مثلا مادر از هاها. اوتوسان نو تانجوبی و به جای گفتن نانگاتسو و نانیچی اومده کلمه جامع سور استفاده کرده. When is your birthday? When is your mother's birthday? در جواب ما به جای اینکه دوباره بگیم اوتوسان، هرچند میتونیم بگیم ولی بهتره به قول معروف شکست نفسی به خرج بدیم این شکلی. چیچینو تانجوبی و 12月17日です。تو بچه دیگه من اوکاسان، اوتوسان، اونیسان، اونیسان، ایموتوسان و اوتوتوسان رو میذارم بر عهده شما به خاطر اینکه بهتر یاد بگیریم. توی قسمت بعدی ما 3 تا فعل ایکیماس، میروم، کیماس، میآیم، کایریماس داریم که بهشون میگن ایدوهیوگن. بچه ایدوهیوگن یعنی افعالی که از یک نقطه مبدأ شروع میشن و یک نقطه مقصدی رو هم براشون در نظر داریم از نظر مکانی. در اکثریت مواقع اگر اسم مکانی قبل از این 3 فعلی که گفتم خدمتتون ایکیماس، کیماس و کایریماس بیاد، بعد از اسم مکان شما حرف اضافه ای میاد. هی می‌نویسیم ولی ای تعریف میکنیم. کیهونبونا رو میخونم. واتاشی و تای ایکیماس. من به تایلند میروم. واتاشی و گاکو کیماس. من میام مدرسه. همه زمان فعل ما زمان حال و آینده هست. واتاشی و اوچی کایریماس. من به خونه برمیگردم. اسم مکان با شوهای شما اینجا تای، گاکو و اوچی هست. توی جمله بعدی قید زمان رو هم اضافه کرده. گفتیم که قید زمان بعد از موضوع صحبت و فایل های ما میاد. آنه و راینن آمریکای ایکیماس. یعنی خواهر بزرگم سال آینده به آمریکا می رود. خب حالا میگه که میتونه قید زمان رو عوض کرد. با این توصیف میگم که آنه و آشتا آمریکای ایکیماس. فردا خواهرم به آمریکا میره. یا مثلا توی جمله بعدی که قید زمان عوض شده رایشو هست. پس بخوام بگم که آنه و رایشو آمریکای ایکیماس. توی این جدول زرد رنگ قیدهای زمانی رو گفته. بچه‌ها وقتی که سن به عنوان پیشوند
به بازه‌های زمانی ما اضافه میشه در واقع حالت منفی لست رو میده. حالا مثلا بخوام بگم هفته گذشته میگم سن شو، هفته یعنی این هفته this week میگم کن شو، برای next week میگم که رای شو و برای هر هفته میگم مای شو. حالا اگر بخوام بگم last month میگم که سنگتسو، این ماه this month میگم که کنگتسو، next month میگم که رایگتسو و برای هر ماه میگیم مایتسوکی. و در تعریف سال پسوند نن داریم. برای سال گذشته کیونن، امسال کوتوشی، سال آینده راینن و برای هر سال میگیم مایتوشی. و بچه اگر یکم عقب‌تر بریم برای 2 سال پیش میگیم اوتوتوشی، اوتوتوشی و برای 2 سال بعد هم میتونیم بگیم که ساراینن، ساراینن. خب فعل ها رو در حالت های مختلف بررسی کرده. ایکیماس میروم، ایکیماسن نمیروم، ایکیماشتا رفتم، ایکیماسن دشتا یعنی نرفتم، کیماس میام، کیماسن نمیام، کیماشتا اومدم، کیماسن دشتا نیومدم، کایریماس برمیگردم، کایریماسن بر نمیگردم، کایریماشتا برگشتم، کایریماسن دشتا یعنی بر نگشتم. رنشو متناسب با فعلشی که زده میره، میاد یا برمیگرده شما باید جمله بسازیم. خب بچه واتاشی و گاکو ایکیماس، من به مدرسه میروم. حالا بگیم به سوپرمارکت میرم، حواستون باشه بعد از اسم مکانتون حرف اضافه ای میگین. با این توصیف حالا میتونیم از اینجا هم بگیم کاروا سوپا ایکیماس. اگه سطح N5 هستین حتما دقت کنید سوپا رو به صورت کاتاکانا چطور می‌نویسن. حالا میخوام بگم من میام ژاپن، اصلا میخوام بگم دختره میاد ژاپن، میگم کانوجوا نیهون ایکیماس. و میخوام بگم من برمیگردم خونه، متناسب با فلش در زبان ژاپنی به فلش میگن که یاجیروشی، یاجیروشی نو تورینی تکتونابون اسکوته کوداسای. خب مثلا چی میشه؟ واتاشی وا خب اوچیه کایریماس. خب بچه وقتی که سوال میپرسن آناتا وا توشوکانه ایکیماسکا، توشوکان به معنای کتابخونه است. شما میری مدرسه که اگه برم میگم های. خب آناتا باید بگم من در جواب میگم واتاشی وا توشوکانه ایکیماس. اگه نرم میگم ایه واتاشی وا توشوکانه ایکیماسن. خب بچه اینجا آمریکا. خب این نکته که بگم توی جمله سوم کونی به معنای کشوره. میگم که کونی کایریماسکا. اگر بخوایم کانجی کایریماس و کونی رو با هم دیگه ترکیب کنیم میشه کیکوکو. کیکوکو در واقع همون کونی کایریماس هست، برگشتن. و خب دیگه بچه اوچی کایریماس هم اگر بخوایم معادل دیگه براش بزنیم یونبان میشه کیتاکو. کیتاکو یعنی برگشتن به خونه. من چیزی نمیگم، متناسب با الگو جمله بسازید و با های و ایه جواب بدید. و بچه توی جمله بعدی اومده بعد از سابجکتتون از قید زمان استفاده کرده. حواستون باشه که قید زمان میتونه فعل گذشته کنه یا در واقع زمان حال بیان کنه. کیو واتاشی، واتاشی وا کیو سوپا ایکیماس، من امروز به سوپرمارکت میرم. و فقط در پرانتز دقت کنین من یادآوری میکنم برای مورد سوم که کسا هست همیشه فعل گذشته میاد. اگر هم بعد از کلمات پرسشی حرف مو بیاد فعل رو منفی میکنه. و مای نیچی مای کلن هر قید زمانی که قبلش پیشوند مای بگیره فعل همیشه ماس فرم خواهد بود که اما در درس‌های بعدتر حالت استمراری رو هم بهش اشاره میکنیم. خب بچه ها اینا رو دیگه من میخوام شما انجام بدید. خب حالا بعد از سابجکت قید زمان مکان رو مورد سوال قرار میده که ما برای پرسیدن مکان از کلمه پرسشی دوکو استفاده میکنیم.
ره 2番 کینو آناتا. آناتا وا کینو دوکو ایکیماشتا کا. چرا ایکیماشتا کا گفتم؟ چون کینو بود در قید زمان من. دیروز کجا رفتی؟ خب میگه واتاشی وا کینو سوپای ایکیماشتا. اما اگه بگم جایی نرفتم میگم دوکومو ایکیماسن دشتا. خب سنشونو کینیوبی جمعه هفته گذشته. رایشو هفته آینده. مایی نیچی اوتوتویم یعنی پریروز. کینو یعنی دیروز. ببین چه بلایی سر فعلتون خواهد آورد. حالا به جای قید زمان کلمه پرسشی ایتسو رو استفاده میکنیم. پس میگم آناتا وا ایتسو سوپا ایکیماسکا. شما کی به سوپرمارکت میرین؟ به قید زمانتون دقت کنید و متناسب با اون فعلتون رو در حالت گذشته و حال آینده بیان کنید که در جواب میگیم که آشتا سوپای ایکیماس. قید زمان بعد از سابجکت قرار میگیره. خب من میذارم بازم بر عهده شما. بچه او گران نسای این عکس رو نگاه کنید. خب شینجوکو سوپا یو بین کیوکو یعنی اداره پست. گاکو مدرسه. بیوین بیمارستان. گینکو بانک. دپارت و اون مجموعه فروش اون ساختمان های بزرگ چند طبقه برای خرید و فروش حالا هر چیزی که باشه. بچه الان ببینید میگه که اوچی کایریماس به خونه برمیگردم. قید زمان تعیین کننده زمان فعله. کنیا نانجی نی. هر جا قید زمان نیاز به عدد داشته باشه بعدش نی میاد. امشب نانجینی اوچیه کایری ماسکا. چون امشب هنوز نیومده پس فعل من ماس فرمه. میخوام سوالی کنم و آخر سوالم کا اضافه میکنم. خب در جواب من قید زمان همراه با عدد دارم که به حرف اضافه نیاز هست. کنیا نانجینی اوچیه کایری ماسکا که در جواب میگم جوجینی کایری ماس. حالا دیگه لازم نیست میتونی قید زمان مکانتو حذف کنی. خب بچه اوچی کایریماس یوبه. یوبه یعنی last night. من میذارم بر عهده شما. و کوکوه کیماس توی جمله چهارم یعنی میای اینجا. کایشا هم یعنی شرکت توی جمله سوم. جمله بسازید بچه ها. من دوست ندارم چیزی بگم چون میخوام خودت تمرین کنی. و توتویم یعنی پریروز. حالا در ساختار بعدی قرار هست که ما در بیان جملمون از وسیله نقلیه استفاده کنیم. در زبان ژاپنی میگن کوتسو شدن. حالا میگن با دوچرخه، با اتوبوس، با هواپیما. اما یه وقتی ممکنه بگن اصلا پیاده. ببینیم ساختار جملمون به چه صورت خواهد بود. بعد از وسیله نقلیه حرف اضافه د میاریم که معنای بای ژاپنی رو میده. فارسی رو میده، انگلیسی رو میده. کیهومو ایچیبان وان سانوا شینکانسن ده اوساکا ایکیماس. یعنی با شینکانسن قطار سریع به اوساکا میرود. اینجا دیگه ببینید د اومده بعد از شینکانسن. وان سانوا کوروما. دویگو یا همون مترادف کوروما میشه جیدوشا. کوروما ده اوساکا ایکیماس. اوساکا اسم مکانه. به اوساکا میرود. یا جیدوشا ده یا کوروما ده اوساکا ایکیماس. وان سانوا هیکوکی یعنی هواپیما. هیکوکی ده نیهون اکیماشتا یعنی با هواپیما اومد ژاپن. حالا اگر با کشتی باشه میگم وان سانوا فونه ده نیهون اکیماشتا. با کشتی اومد ژاپن. اما توی قسمت بعدی میگم وان سانوا باسوده اوچیه کایریماشتا. اینجا فعلا گذشته هست. برای جمله سوم میگم وان سان با اتوبوس به خونه برگشت. اگر بخوام بگم بایسیکل میشه جیتنشا. وان سان و باسود جیتنشا ده. جیدوشا میشه ماشین. جیتنشا میشه دوچرخه. جیتنشا ده اوچیه کایری ماشتا. اما اگه وسیله نقلیه نباشه پای پیاده باشه میگیم آرویته. دیگه نیازی به آوردن حرف اضافه د بعدش نیست. وان سان و آرویته اوچیه کایری ماشتا. پیاده برگشت خونه. اما اگر یه وقتی بخوایم بگیم با چه وسیله‌ای، ما میتونیم توی ساختار جمله‌مون برای کلمه پرسشی با چه
وسیله نقلیه هم میتونیم بگیم نانیده، هم بگیم نانده. اما از نانیده استفاده کنیم بهتره، چون نانده یه جایی ممکن به معنی چرا باشه، ولی جواب تعیین کننده چرا یا با چه وسیله‌ای هست که ما اونجا متوجه میشیم. آناتا وا رایگتسو نانیده یا نانده کانکوکو ایکیماسو کا؟ شما ماه آینده با چه وسیله‌ای به کره جنوبی می روید؟ کانکوکو. واتاشی وا رایگتسو فونه ده کانکوکو ایکیماسو. ما با کشتی به کره جنوبی میریم. بچه اینجا حواستون باشه من چیز خاصی نمیگم، تصویر رو نگاه کنید، جایگاه قید زمان مکان رو، و شما حواستون باشه بعد از اسم یعنی قید زمانتون میتونید در واقع وسیله نقلیتون رو ذکر کنید، بعد اسم مکانتون رو. حالا بیاییم جمله سازی کنید دیگه، ببینم چطوری جمله میسازید. فقط من بگم هیروشیما یکی از شهرهای ژاپن. شینکانسن و به قطار میگن دنشا. خب بچه توی نیبان ره میگه ایه. ما برای تعریف خونه میتونیم ایه استفاده کنیم، اوچی هم استفاده کنیم. کایریماس کمبان. خب میگم کمبان نانیده ایه کایریماس کا. امشب با چی برمیگردی خونه؟ دنشاده کایریماس. با ترین برمیگردم خونه. خب بچه مثلا میگن جیتنشا هم میگم ماینی چی نانیده گاکوه کیماسکا. دوست ازت میپرسه هر روز با چی میای مدرسه؟ جیتنشا میام. کایشا شرکت، گینکو یعنی بانک دیگه. ببینید که به چه صورت جواب میدید. چیکاتتسو هم یعنی مترو بچه ها، چیکاتتسو. ارویته پیاده، تاکوشی هم یعنی تاکسی. خب بریم بعدی. اگر که یه دوبوتسوی حیوانی یا مثلا نینگن یا بشر یا همون هیتو شما رو در انجام کاری همکاری کنه، کلمه with یا together میشه تو، که بعد از اسم شخص اسم حیوان میاد. اما جایگاهش در جمله کامل کجاست؟ بعد از قید زمان هست. من فردا به همراه دوستم پیاده به کتابخونه میرویم. واتاشی وا آشتا توموداچی تو آرویته توشوکان ایکیماس. یه جمله کامل بود. واتاشی وا کیونن آنیتو نیهون ایکیماشتا. ما پارسال با برادرمون اومدیم ژاپن. واتاشی وا کیونن توموداچی تو نیهون ایکیماشتا. با دوستم، توموداچی یعنی دوست. واتاشی وا کیونن چیچی تو نیهون ایکیماشتا. با بابام اومدیم ژاپن. واتاشی وا ایموتو تو کیونن ایموتو تو نیهون ایکیماشتا. اما اگر کسی نباشه، تنها باشین، دیگه میگین هیتوریده و نیاز به اومدن حرف تو هم نیست. واتاشی وا کیونن هیتوریده نیهون ایکیماشتا. خب بچه ها، کیمو-سان وا آشتا اونه-سان تو نیکوه ایکیماس. نیکو یه جای تفریحیه. میگه که کیمو فردا با خواهر بزرگش به نیکو میاد. کیمو-سان وا آشتا وان-سان تو نیکوه ایکیماس. کیمو-سان وا آشتا اوکا-سان تو نیکوه ایکیماس. کیمو-سان وا اونی-سان تو نیکوه ایکیماس. خب اگر بخوایم بگیم با چه کسی، من از کلمه داره استفاده میکنم. با این توصیف آناتا وا کیونن داره تو آمریکای ایکیماشتا کا. کیونن گفته پس فعلا گذشته میشه. میگم که شما پارسال با کی رفتید آمریکا؟ داره تو. واتاشی وا کیونن تو آمریکای ایکیماشتا. من به همراه برادر کوچیکم رفتم آمریکا. خب بچه اینجا دقت کنید، جمله بسازید طبق تصویر و طبق الگو و طبق جملاتی که براتون خوندم. اینجا تایوا داریم. سنشو نو نیچیوبی نی
توکیو کیماشتا. یک شنبه هفته گذشته اومدم توکیو. میگه با کی اومدی؟ داره تو کیماشتا کا؟ ها تو کیماشتا، با مامانم اومدم. نانی ده کیماشتا کا؟ با چی اومدین؟ هیکوکی ده کیماشتا. حالا در واقع کاد رو ببینید. اوساکا توموداچی شینکانسن. شما دیگه بلدین چطور بپرسید. ناگویا هیتوریده یاکوباسو. یاکوباسو بچه ها همون اتوبوسایی که شبانه کار میکنن، مسافرها رو شبا میبرن به مقصد میرسونن یا به مبدأ برمیگردونن رو بهش میگن یاکوباسو. خب بعد هوکایدو ریوشین فری. کشتی های گذاره و تفریحی رو بهش میگن فری و ریوشین هم به معنای والدینه. خب دیگه بچه ها من چیزی نمیگم. وانسان نو نیکی. بچه نیکی یعنی اون یادداشت های روزمره که هر کسی ممکنه یه دفترچه از خاطرات برای خودش داشته باشه. یادداشت های روزمره رو بهش میگن نیکی. معمولا وقتی که میخواین بنویسین یادداشت رو، شما تاریخ رو ذکر کنین و روزی که نوشتین حالا میتونین خلاصش کنین. با این توصیف ببینید این جمله، یعنی در واقع بهتره اینو شما خودتون حل کنین متناسب با مطالبی که تا اینجا یاد گرفتین. نیاز به ما در زبان ژاپنی به حرف اضافه میگیم جوشی. توی پرانتزهای خالی باید یک جوشی قرار داده بشه متناسب با فهمی که از متن خواهید داشت. میتونین به این متن پاسخ بدین. پس میگن گوگاتسو جو گونیچی کین، یعنی روز پنجشنبه‌ای که 15 ماه می بوده این یادداشت نوشته میشه که مربوط به وانسان هست. خب من چیزی نمیگم، فقط ساکوبون رو براتون میگم. ساکوبون به معنای انشا هست، رنشو هم به معنای پرکتیس هست و کلمه آروبایتو هم یعنی کار پاره وقت. هاتاراکی ماسم که دیگه میدونی، همه رو میدونید، من چیزی نگم بهتره. بچه ها توی قسمت دوم شما یه اتفاقی فقط UNC رو بهت بگم، یعنی شهر بازی توی حالا متن دوم هست. یورو هم که قبلا گفتم بهت. واتاشیوا. حالا بیاین بچه ها اینجا باید جمله بسازی متناسب با اطلاعاتی که توی این جدول پایین هست. شما باید بلد باشین که قید زمان و مکان و وسیله نقلیتون رو در کجای جمله قرار بدین. سعی کنید ترتیب جمله رو خوب یاد بگیرید، چون توی آزمون بهش نیاز دارید. جمله رو بهت میده و اونو به هم ریخته بهت میده. اشاره میکنه به حرف اضافه یا یک کلمه خاصی، میگه در کدوم قسمت جمله قرار میگیره که جمله کامل بشه. ری رو میخونم. واتاشی وا کینو وانسانتو باسوده توشوکان ایکیماشتا. این یه جمله کامله. واتاشی وا اینجا سابجکته، کینو قید زمانته، چه کسی همراهیت کرده وانسانه، با چی رفتین؟ با اتوبوس. به کجا رفتین؟ به کتابخونه. خب دیگه ببینید به چه صورت اینا رو کامل میکنین که اگر نوشتین حتما در تلگرام منتظرتون هستم جوابو برای من بفرستین. بچه بریم بعدی. کایوا نانیده ایکیماسکا، با چی میریم؟ ایچیبان. خب میگه که گاکونو یاسومی. اینجا یاسومی اسم به معنای روز تعطیل مدرسه ما دویوبی تو نیچیوبی دست. گفتیم وقتی که حرف ربط بین دو تا کلمه قرار داشته باشه حرف تو میاد اگر ترتیب مهم باشه. میگه روزای تعطیل ما شنبه یک شنبه هستن. اینا میگه اوتاشینو گاکو مودس. چون اون مورو که قبلا در مورد شرح دادیم، وقتی که دو نفر یک موقعیت مشابه داشته باشن بعد از سابجکت همون به جای حرف اضافه بعد از موضوعمون به جای حرف اضافه وام مو استفاده میکنیم. میگه آره مدرسه ما هم همطوره. حالا نفر سوم که سوتاتو سان نو گاکو، مثلا میگه که سوتاتو سان نو گاکو نو یاسومی و نان یوبی دسکا، که اینم میگه که کایشای شما در واقع شرکت شما چه روزای تعطیل هست. یاسومی و نیچیوبی دس. تعطیلیمون روز یک شنبه است. دویوبی و هیروماده هاتاراکیماس. شنبه ها هم تا ظهر کار میکنم. دوا.
بچه دوا یعنی خب پس، یا بعضی وقتا در حالت گفتاری میگن جا. یوئنچی و نیچیوبی دست. خب شهر بازیم. یوئنچی و شهر بازیم روزای یک شنبه است. نیچیوبی دست نه، یعنی میخواد همه رو با خودش همراهی کنه. بعد نانی دیکیماس کا با چی میری؟ خب آتاشی و دنشا دیکیماس، من با ترین میرم. اینا میگه بوکو. ببین اونجایی که بهت گفتم بوکو پسر استفاده میکنه، میگه من با مترو میرم. آتاشی و چیکا تتسو دیکیماس، این دختره هم میگه که با سوده ایکیماس، دیگه میتونه در گفتارش آتاشی رو ذکر نکنه که شیزنتر طبیعتا نظر برسه. خب دوا شوگو و هاچی جینی یوئنچی نو اکی نو کای ساتسوگوچی دسنه. خب محل قرارشون در چه تایم و در چه مکانی باشه؟ کای ساتسوگوچی، اونجا اون باجه‌ای که شما بلیط رو می‌خرید رو بهش میگن کای ساتسوگوچی. خب جلوی ایستگاه شهر بازی. شوگو یعنی جمع شدن گروهی از افراد در یک مکان و در یک تایم خاصی. میگه سو دسنه که اینطور. خب بچه های ایجو دست که اونو بنکیو کرده اواری مشو. درس امروزمون خیلی مهم بود، کاربردی بود. اگر میخواین خوب یاد بگیرین جلوی آینه کسی نباشه تمرین کنین با خودتون، برای خودتون مخاطب قرار بدین آینه رو. امیدوارم درس امروز هم براتون مفید واقع بشه. جا میناسان ایتسومو سایگو ماده دوگا او میته کورته هونتو نو آریگاتو گوزایماس. سوگی نو دوگا ده اوائیماشو. در ویدیوهای بعدی میبینمتون. ماتا میته نه.